سرخط مهمترین خبرها: چین حمله به شهروندانش در تاجیکستان را محکوم کرد. نزدیکان محبوسان در انتظار قانون عفو و حامی حقوق از تاجیکستان برنده جایزه معروف جهانی شد. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 20 نوامبر سال 2024 است. وزارت کارهای خارجه چین حمله مسلحانه را به شهروندانش در سرحد تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده از دوشنبه خواسته است که حادثه را موشکافانه تحقیق کند. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزارش داد که بر اثر حمله در دره زربوزی ناحیه شمس‌الدین شاهین یک شهروند چین کشته شده، 5 نفر زخمی شدند. 4 نفر آنها نیز چینی و 1 تنشان ساکن محلی بودند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح ندادند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجه چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت‌آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و از شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار می‌کنند خواست چاره‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاهی رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی‌ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می‌دادند. در این منطقه هم‌مرز با افغانستان کارخانه نویتیلا نامنویس شده است. 2 منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه در این باره چیزی نگفتند. بینندگان عزیز، در زیر برنامه و در پیامگیرهای رادیوی آزادی از ما زیاد میپرسید که آیا در تاجیکستان قانون عفو قبول می شود یا نه. دوام 1 ماه اخیر بعضی محبوسان و نزدیکان آنها منتظر بودند که به مناسبت 30 سالگی کنستیتوسیا در کشور عفو اعلام می شود. بعضی وکیلان دفاع هم به رادیوی آزادی گفته بودند طرح قانون عفو اعلان می شود، اما مقامات این خبرها را تاکنون تصدیق یا رد نمی کنند و فقط میگویند که قبول قانون عفو صلاحیت پرزیدنت کشور است. بینندگان عزیز، آن معلوماتی که ما داریم همین است و تا این لحظه قانون عفو رسما اعلان نشده است. اگر در این باره خبری به دست آمد حتما ما شما را در جریان میگذاریم. حکومت تاجیکستان به کارخانه نوری‌های آزاد که صاحبش اعلان نشده است امتیاز داده است. قرار حکومت 3 اکتبر برآمده رادیوی آزادی 11 نوامبر با آن شناس شد. بر اساس این قرار آزاد از این به بعد هر کیلووات ساعت نیروی برق را با 375 درم می‌خرد. تا این وقت نرخ 1 کیلووات ساعت برق برای این کارخانه 46.40 درم بود. کارخانه‌های دیگر استحصالی تاجیکستان برای هر کیلووات ساعت برق 70.35 درم می‌سپارند. تنها تلکا و کمبینات متالورژی تاجیکستان برق را از دیگران ارزان‌تر می‌گیرند. تلکا دولتی است و کمبینات متالورژی تاجیکستان طبق حجت‌های کمیته انداز از سوی فراس تأسیس یافته است. نمایندگان کمبینات متالورژی تاجیکستان بارها گفتند که به شرکت فراس یگان رابطه ندارند. کارخانه نوری‌های آزاد را سال 2022 شرکت آسیا کمیکال خرید و 1 سال بعد فعال شد. نام صاحب شرکتی که آزاد را خرید معلوم نیست و درباره‌اش در اینترنت معلومات زیاد هم وجود ندارد. آزاد سال 1967 در شهر لیوکند ولایت ختلان با هدف تأمین کشاورزان تاجیک با نوری‌های مینرالی بنیاد شده است. این کارخانه بارهاست از دست به دست می‌گذرد. قبلا این کارخانه در اختیار سرمایه‌گذار اوکراینی دیمیتری فیرتاش و 3 سال در اختیار چینایی‌ها بود. ژولیا پارسی، حامی حقوق زنان در افغانستان و حقوقشناس زندانی تاجیک منوچهر خالق نظروف برنده جایزه با نفوذ مارتین انالز شدند. برخی این را جایزه نوبل در بخش حقوق بشر مینامند. غالبان این جایزه روز 19 نوامبر در شهر ژنو پایتخت شویتزر اعلان شدند. سازمان دهندگان گفتند که پارسی و خالق نظروف حفظ حقوق بشر را در افغانستان و تاجیکستان به رسالت حیاتی خود تبدیل دادند. این 2 نفر با وجود کار در محیط سرکوبگرانه جسارت استثنایی و قطعیت نشان دادن و حفظ حقوق انسان را در مد اول گذاشتند، گفتند سازمان دهندگان. ژولیا پارسی یک آموزگار از شهر کابل است که بارها علیه محدودیت‌های جاری کرده طالبان بالای زنان اعتراض کرد. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان به پارسی اجازه سفر به شویتزر را می‌دهد یا نه. منوچهر خالق نظروف رئیس انجمن حقوقشناسان پامیر در ماه می سال 2022 و در پی اعتراض ساکنان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دستگیر شد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 دکمبر سال 2022 منوچهر خالق نظروف را با اتهام عضویت در گروه‌های جنایی و همکاری با سازمان‌های ممنوع پس درهای بسته به 16 سال زندان محکوم کرد. حامیان حقوق حکم را بی اساس دانستند.
پلیس دوشنبه 15 نورس را برای زن و زنی بازداشت کرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه 19 نوامبر در خبرنامه نوشت این نورسان 2 روز پیش در محله 64 پایتخت بین همدیگر سنگ پرتابی و مناقشه نموده آرامی شهروندان را خللدار کردند. مقامات گفتند نسبت والدین این نورسان برای درست اجرا نکردن عهدهداری تعلیم و تربیت سند ترتیب دادند. در خبری رسمی نآمده است که والدین نورسان چه جزا گرفتند، اما کدکس حقوق ویرانکنی مأموری برای درست اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت کودک تا 900 سامان جریمه پیش بینی کرده است. نظر نورسان یا والدین آنها به قضیه معلوم نیست. مناقشه میان نورسان در پایتخت سالهای گذشته نیز رخ داده در بعضی حالت با فاجعه انجام یافته است. بینندگان عزیز، به نظر شما چرا جنجال و زنازنی نورسان و جوانان تمام نمی شود؟ لطفاً در زیر برنامه به ما نویسید. دوام چند ماه اخیر وزارت کارهای داخلی از دستگیر شدن 10 نفر با اتهام فالبینی یا جادوگری خبر داده است. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بحث‌های را به میان آورد. همکاری ما در شهر باختر نظر مردم را در همین باره پرسید. فالبین هم هر رفتم این نغز هم نمی‌بینیم. فالبین در رفتن ایش هم نمی‌دونیم. فالبین اکو ما هیچ باوری ندارم. فالبین من شنی کرد. دیگه من نکنید. یکی یک تیشه ششم می‌شود. یعنی کی نمی‌دونه تو کی نمی‌دونه. یعنی یک ماماشکم زنده بودن خدا رحمته یک یای شود. اوشجان یک من کی نکردمونه میگفتم. یعنی راست میگه علاس پلاس میگه کی نباید میگه. سبق میشید. لیکن خیلی ماشینگاه در کار نیست. کی نم چیزی نه. فالبین من باور نکنه به فالم نگرد دیگه گپ است. لیکن این گپ تو. لیکن از دکتر خدا داده که دکتر هر جا یه دونه چیه نگار دکتر برسن دکتر. فالبین باور کردن نقص نیست. کسی فالبین باور میکنه ای دشمن خدا ای خدا. اگه رفتگی نیست یا اگه کسی دیگه هم نیست باور کنی اگر باور سر کارم ندارم. انا خیلی بعضی وقت تماشا کردیم که ها مردم فهم کردن داخل ملاهای فریبگر هم هستن که همین حتی همون خواندن همون کتاب نقض نمیدونن هر خیلی توصیه داده و دوباره فهم کرده استفاده بودیم. خیلی نمیدونم من فالبین نرفتم نکردم نمیدونم من باور ندارم نه در فالبین نه در ملا نه در یگان که باور ندارم. خیلی نسبتی او میگم که مثال نکنیم نروم به خداوند همه یا دروغه یا چشمبندیه یا فریبگره یا مثال حق مردمه میخوردگره چی در کاره نمی کارو را میکنم. خدا هم همین نه فالبین با دورم اخلاص دارم نه یکی دیگر باید رواد یکون کسلی پسلی باشد من دکتر هست پیش دکتر بمیدم حال میکنم این کارو با ما باورم نیست من این کارو فقط فهمدی فریب کنیم پیش کار چه درستم و ما این کار با خورسندیم خلق فریم بیتیم دروغ میکنیم باید خوندن و یکون چی با فالبینی و یا تغری نمیگیده رستیگه دایی برای من هیچی گفته نمیتونم به خاطر که من خیلی کارو در واقع اخلاص هم ندارم به فکری من لوچی هم قپیدن شد سوز است اما لوچی نباشم بهتر است درست هم نیست بگیم درست نیست نامیدی یک گرفتگی دیگه تموم شید یکون تا نموند فالبین یکون تا نموند نه در تلویزیون هم تماشا کردمون یکی بردن و دمو زن نیست نشنویدیم کی میگه دیگه تموم نمیمونن و را تموم بس کردگی. بینندگان عزیز نظر شما در این باره چیست؟ می توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 نوامبر را فرا میگیرد. 20 ноябри соли 1939 шоири тоҷик Бозор Собир таваллуд шудааст ки чун яке аз шоирони мубориз ва мудофиони забону фарҳанги миллӣ ном баровард. вале ҳамин мавқеи фаъолаш сабаби 9 моҳ зиндонӣ шудани ӯ дар соли 1993 гардид. Бозор Собир баъди ин ба амрико кӯчиду ашъори солҳои 2000-умаш гоҳе баҳсбарангез ва мавриди интиқоди тақводорон шуд. сафараш ба тоҷикистону ситоишаш аз сиёсати раҳмон ҳам дар соли 2014 яксон қабул нашуд. соли 2018 дар 79 солагӣ дар амрико даргузашт ва 2 ҳафта баъд дар душанбе ба хок супурда шуд.
20 نوامبر سال 1953 سیف رحیمزاده افردی تولد شده است که با عنوان نویسنده معروفیت سرتاسری کسب کرد. در ایجاد سناریوی فیلم‌های بدیعی هم زحمت کشیده. ستاره‌های سری تنورش از فیلم‌های معروف ملی به شمار می‌رود. 20 می سال 2005 زمانی که همگی 52 سال داشت، در حمله مسلحانه ادامه قتل‌های زنجیره‌ای شخصیت‌های معروف تاجیکستان کشته شد. برخی قتل او را که تا حال ناکشاده باقی می‌ماند، به رهبریش در کمیته تلویزیون و رادیو و دیگرها به فعالیت صاحبکاریش هم ربط می‌دهند. 20 نوامبر سال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید که آن را تاجیکستان هم همچون عهده‌داری حمایت از حقوق کودک امضا کرد. به این مناسبت هر 20 نوامبر چون روز کودک تجلیل می شود. قطعنامه از حکومت‌ها تأمین حقوق کودکان، رشد همه‌جانبه انسانی آنها را تقاضا می‌کند. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 106 سامانی و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1061 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیویی آزادی هستید.